میخواهید 3 مهارت حیاتی را بدانید که امروزه خیلی بلدتان خواهد. اول، مهارت فن بیان. فن بیان مهارتی است که شما اگر بدانید در کجا چگونه سخن بگویید، برای روابطتان خیلی مؤثر هست و خیلی کمک کننده هست. دوم، مهارت هوش مالی. ما در کناری که درست حرف زدن را یاد گرفتیم، در کنار از باید روزنه عاید براتان داشته باشید تا با خیال راحت اهدافتان را دنبال کنید. و سوم، مهارت مدیریت احساسات هست. اگر شما بتونید احساساتتان را به خوبی و درستی مدیریت بکنید، شما هرگز ضربه های احساسی نخواهد خورد و عواطفتان را سالم و خوب نگهداری خواهد کرد. خدا هرگز یادتان نره.